پیش از همه تشکر میگم به رهبریت جمعیت یا انجمن یا اتحاد تاجیکان. نام رسمیش چی است؟ انجمن دیاسپورای تاجیکا. خب در هر جا به هر نام گذار میشود. به هر صورت برادر خدمت بسیار به مراتبش میگیم زحمتی زیاد میکشن یا خودی تشکیل میکنن. ایشان هم تشکر به دیگر برادران استادانی که در پهلوی آموزش برای انجام وظیفه‌هایشان کمک میکنن. تشکر میگیم چون و یکایک شما که بیگاه روز با وجود آنکه اکثرتون در جاهای گوناگون کار میکنید و اونجا هستید وقت خود رو برای من داشته بمونید. ما عادت داریم که هر کجایی که سفر کنیم و هر کشوری ما باشد پیش از ما سراغ هموطنان میریم. در هر کجایی چند نفری هم که باشد، یک نفر، دو نفر، 100 نفر، چند صد نفری باشد، ما حتما ملاقاتی انجام میدیم و بار سوم است که خزان میام و الحمدلله که هر دفعه هم با خوبی‌ها برگزار میشود، هم برادران خدمت میکنن، مهمان آوازی خوب هست. مناسبت خوبی شماها را با مسئولین دیاسپورا، با مقامات رسمی تاجیکستان، با مقامات رسمی تتارستان هر باری که مشاهده میکنم همچنین یک نمونه خوبی همکاری برای من همیشه در صحبت‌ها از اون استفاده میکنم. در دیگر جاها که وضع برادران تاجیک در تتارستان مناسبتی آنها همکاری بین یک نمونه خوبی برای همه جاها. سفر این دفعه نمون به تتارستان با دعوت دانشگاه فدرالی تهران انجام شد و یک کنفرانس که این ساعت که تمام شد کنفرانس اشتراک داشته باشم و سخنرانی کنیم در موضوع روندهای سیاسی آسیای مرکزی و نقش اسلام معتدل در ثبات منطقه آسیای مرکزی. الحمدلله که کنفرانس خوب انجام شد. دیروز ما سخنرانی داشتیم و پیش از سخنرانی ما در کنفرانس با مفتی تتارستان کامل حضرت ملاقات شد. موضوع ملاقات ما وضع مهاجرین تاجیک، وضع اسلام و مسلمان‌ها در تتارستان، فعالیت‌های مفتیات و همچنین کمک آنها به مهاجرین تاجیک که هنگام کار عبادت آیا دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌ها و مدرسه‌های خدمت بود. همچه پرسه بوده که غیر از ملاقات با مفتی تتارستان یک ملاقات در اپارات پرزیدنت تتارستان داشتیم با رهبریت دپارتمنت سیاست داخلی دستگاه پرزیدنت تتارستان و با چند نفر از کارمندان دستگاه. ما درباره فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معلومات دادیم، درباره وضعیت تاجیکستان و درباره وضعیت مهاجرین تاجیک در تتارستان. ملاقات ما در دستگاه پرزیدنت جمهوری تتارستان بسیار خوب بود. ما تقریبا 2 ساعت صحبت داشتیم. شما هم توجه کنید که اون ساعت خودشی در صحبت میکنه و دیگه که خودشان خواهشمندی صحبت هستن و مسئله بسیار مهم رو برداشتن، از اون جمله تجربه تاجیکستان برای اسلام، استفاده از نیروی اسلامی، همزه فهمی و همکاری بین جامعه دولت و اسلام. و بسیار از ما خواهش می‌کردم که درباره پیشگیری از همه گونه فعالیت حزب و حرکت‌های افراطی و اکستریمیستی غیر معمولی در تتارستان کمک کنیم. نکته این است که تجربه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسیار تجربه خوب است و باعث کاهش یافتن رشد افراط‌گرایی در تاجیکستان داشته باید امروز صبح یک ملاقات در وزارت اقتصاد تتارستان با معاون وزیر اقتصاد داشتیم و هم بسیار مسائل خوب رو برداشتن، مهم رو. از جمله ما درباره آنکه
مهاجرین تاجیک باید با جای کارهای مناسب تامین کرده شود و فقط در بازار و در کارهای وزنی نه، بلکه در کارهایی که ملکه و دانش میخواهد، در کارهای صفتاً بلند با مزد و معاش بلندتر باید جای کار پیدا کنند. چون که میخواهید یا نمیخواهید یک قانونهای نانوشته هست که بعضی ملت‌ها رو در کارهای خوب میگیرند، بعضی ملت‌های دیگر رو حتی اگر متخصص هم باشه در کارهای صفتاً بلند نمیگیرند. ما گفتیم که باید تاجیکان هم ملکه و دانششون باید بالا برده شود و آماده هستند. مثلا وزارت اقتصاد تاتارستان آماده است کورس‌های بازآموزی، یعنی پرکوالیفیکاسیون مهاجرین رو تشویق کند تا اینکه مهاجرین تاجیک در این کورس‌ها تکنولوژی نو رو بیاموزند، کار با ربات و کار با دستگاه الکترونی و کامپیوتر رو بیاموزند تا اینکه در زواد و کارخانه‌های معاصر که امروز همش با ربات و با تکنولوژی نو با کامپیوتر کار می‌کنند یا کار کردن تا این نیاز به بازآموزی دارد، پرکوالیفیکاسیون دارد و باید که جوانان تاجیک در این کورس‌ها فرا گرفته و ایشان قبول کردن گفتن که آماده هستن که این کمک رو برسونن، مسائل حکومت مطرح میکنن، ولی البته خواهش هم کردن که طرف تاجیکستان هم باید کمتر تلاش کند که جوانان تاجیک پیش از همه در خیلی تاجیکستان در پتیوها در مرکزهای آموزش کامپیوتر آموزن، کار با دستگاه نو رو آموزن، با ربات و با تکنولوژی نو رو آموزن و بعدا بیان به خارج اگر میخواهند که در کارهای با صفت در کارهای مزدش بلندتر کار کنند. و خلاصه ما دوسته ملاقاتی که در خزان داشتیم از جای من با سامن امید داریم که به نفع ملت کشور باشن، به نفع مردم نوزیر ما باشن و امیدواریم که این ملاقات‌هایی که ما در خزان داشتیم با دستگاه پرزیدنتی جمهوری تاتارستان و معاون وزیر اقتصاد با مفتی تاتارستان و سخنرانی‌ای که در دانشگاه خزان داشتیم، همه این به نفع اسلام، به نفع مسلمانان، به نفع تاجیکستانیان انجام شود. وظیفه ما هم در همین است، هر کجایی که رفتیم باید تلاش کنیم که وقتمان بیهوده نگذرد، کاری را انجام دهیم که ملت از آن فایده بیند، مردم از آن فایده بیند، دین و وطنمون از آن فایده بیند. دیگر ما از آن مسئولیت نداریم. درست است که امروز روز اولی نوروز است، جشن نوروزی داریم. پیش از همه یک شما رو به این جشن ملیمان تبریک میگم، جشن بهار، طبیعت و از خداوند تمنا دارم که همه ما رو مثل همین روز نوروزی همیشه خداوند سربلند در پناهش حفظ کند و امروز البته اکثر هموطنان ما در تاجیکستان عید دارن، جشن دارن، ولی من لازم دانستم که این دعوت برادران تاتار را بپذیرم برای سخنرانی در دانشگاه و این یک فرصت بسیار خوبی هست برای ملاقات با هموطنان و به همین خاطر راضی شدیم آمدیم، وگرنه طبق پروتکل و مسئولیت که جشن ملی است و امروز هم مراسم نوروز در ورزشگاه بود و هم دعوت پرزیدنت بود برای ضیافتی بعد از نوروزی، ولی ما گفتیم با وجودی همه احترام و باید اونجا هم که باشه، ولی بودن در بین هموطنان در خارج شاید که مهم است. در اونجا 63 وکیل هست، اگر 62 وکیل دپوتات شرکت کنن خوب است، اقلا یک تامون دو تامون در بین هموطنان در خارج باشیم تا آنها را هم به جشن تبریک کنیم و هم از مشکلات و مسائلشان آگاه شدیم. من با همین مقدمه میخواستم که نوبت رو به شما بگم. اگر سوال ملاحظه دارید، گفتنی هایی دارید، من در خدمت هستم و انشاءالله باقی مسائل رو در رفتی سوال و جواب و صحبت های همراهتون خواهیم گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
در ابتدا إن شاء الله سفر حضور حضرت أستاذ خير مقدم میگیم إن شاء الله تفكرك رئيس گفتن إن شاء الله قدومش بريمو إن شاء الله نور على نور باشه إن شاء الله البته ما وقتی که میبینیم إن شاء الله در سیمای أستاذ البته همون غمخوری إن شاء الله حاکمای مسلمان إن شاء الله در سیماشون فولی نیک میبینیم إن شاء الله امید داریم که در آینده هم إن شاء الله مثل این استاد إن شاء الله شاگردای بوای برسونه که إن شاء الله در فکر در غم مردم باشن إن شاء الله که البته حاکم مسئول مسلمان البته باید همین باشه و البته حضرت إن شاء الله همه خیلی امیدم داریم و شما هم باید که فقط تغییراتی در خدمت باید باشه شکل میشه البته ما تغییرات کوشش میکنیم که ان شاء الله سردارامون مسئولامون حاکمامون البته مثل حضرت باشن اما وقت میخواد طلب باید که ما در بیداری مردمون باشیم ان شاء الله البته بعضی میآیند بعضی نمایندگان که با هم بروکیتنش و خالی توش که من با بروکیتنش میگرسن میرم حضرت درک زرن میگه که در کار نیست بخوری نمیخواهیم برعکس إن شاء الله باید کوشش کنیم که إن شاء الله با مسئولامون الگو باشن نمونه باشن إن شاء الله گام‌ها و اقدام‌های اولیه إن شاء الله میگذارن به خالی رسو پیانیرن در این راه‌ها إن شاء الله ما وقتی میبینیم إن شاء الله خیلی خوشم میشه ما باید إن شاء الله همگی دعا کنیم همگی کوشش کنیم که إن شاء الله مثل همه باشیم از خانرانی‌ها بود بعضی از خانم میگفتن خیلی میکردن عموما در مردم خدمت چی است یک نمیدونم استراتیف شده است که مسلمانی فقط در کلخوز است در کلخوزشگی باشه و خیلی می‌خواد وقتی می الحمدلله مرد مسلمان حاکم میشه اساسش در حضرت سلیمان نگاه میکنه که حتی همین مورچه را میخورد وقتی که مورچه گو از قال نملتون ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده و در قصهش میگه ان شاء الله حتی فتبسم ضاحكا من قولها حتی نگاه کنه که نه که فکر مردم میکنه حتی فکر مورچه که مورچه است در فکر همو هست خلاص واسه ان شاء الله کوشش میکنیم ان شاء الله دعا میکنیم که مثل حضرت ان شاء الله در هر قشری همین مجتمع ان شاء الله دموی کمخوری ملت ها باید باشن ان شاء الله ان شاء الله که اون استفسارات و سوال‌ها باشن ان شاء الله مرحمت مثلا رئیس شما شماده میگیم یا خویشه که ما چورکوی ها گویم از چورکو همین مناسبتی موبایل خراج توجک سیکن موجه جگر آدم میسوزه پدر مادر پریشون میشه از طرف حزب یگون پیشنهاد یا یگون پیشروی یگون مصلحت هست یا مثل پرسنه ما الحمدلله خودمون اعضای حزب سیکن موجه میسوزه رحمتشون تمام شد واقعا مسئله بسیار حساس است و ما شما رو درک میکنیم چون وطن هست وطن هممون هست ولی باز به هر کس همون دهه خودش نزدیکتر است اون دردی که شما و برادران واروخ حس میکنید برادران خواجه اعلی اون دو سه دهه‌ای که در همون اطراف هستید اون درد شاید که ما با اون حد حس نکنیم و شما مسئله رو بسیار درست میگذارید که نهضت چی اقدام ها کرد ما برابر شروع شدن همین بحران نهضت اسلامی تاجیکستان یک بیانیه پخش کردیم در اون البته ما گفتیم که برادران قیرگیزمون یک کمی سراسیمگی کردن یک کمی وضعیت رو بها نداده دست به اقدام های زدن که باعث بیارابا شدن از هر دو طرف سربازها شد و بعدا کمیسیه نشان داد تفتیش کرده هر دو طرف کمیسیه کردن معلوم شد که تیرپرانی در طرف تاجیکستان شده است یعنی اونها مرز عبور کرده در طرف تاجیکستان این حادثه انجام شده است خب حالا بحث سر آن است که کی اول شروع کرد خب هر کسی هم که شروع کرده باشه اول کار خوب نکرده است ولی در تریتوری تاجیکستان شد پس کمبودی بیشتر از طرف برادران قرقیز شده است ما در بیانیه‌مون این رو ذکر کردیم ولی همزمان پیشنهاد کردیم که استفاده نیرو روی حل نیست باید که با راه‌های گفت‌وشنی دیپلماتی و با استفاده از آبرو و امکانیت قشرهای گوناگون این مسئله را حل کرد باید پرزیدنت‌های دو کشور باید سر میز نشینن مسئله را با روی همدیگرفهمی حل کنند باید حکومت‌ها و این چون از تعریف
همزیستی دوستانه دو ملت استفاده کرد. ملت کرد و تاجیک در تاریخ طولانی برادری دارند، خشتواری دارند و تقریبا در تاریخ مناسبات ما خیلی صحیفه‌ای که یکدیگر رو تنقید کرده باشیم، روزی یکدیگر خدای نکرده نیرو کشیده باشیم قریب وجود نداشت. ولی خب این حادثه شد، باید که حل کرد در اساس فاکتورهای تاریخی. البته ما نظر ما این است که جمهوری تاجیکستان وظیفه‌دار است که از شهرونداش حمایت کند. هر یک وجب خاک وطن عزیز است، نباید که اجازه داد که دیگران حتی برادر هم باشند وارد آن شوند. و ما شخصا میخواستیم که خودم شخصا بروم به همون منطقه، ولی بعد از آن که مصلحت کردیم معاون اول رو فرستادم آقای سید عمر حسینی و بعضی امکاناتان در اختیارشون دادیم که برای سربردن تاجیک در مرز هم کمک غذایی کردن، هم کمک لباس و پوشاک کرده شد. چیزی نوید سیانی تاجیکستان اصلا سربردن ما رو که در اونجا خوب وضعیت میشه کندن خود نمیشه کمک های مادی و معنوی کرده ایستاده است. ولی همزمان ما تلاش ها کردیم که با استفاده از فرهنگ اسلامی، ارزش اسلامی، اون طرف مرز هم برادران مسلمان هستند. باید آبروی دینداران استفاده کرده شود، روحانیت استفاده کرده شود تا اینکه در مرز بار دیگر تیر صدا نکرد. خدای نکرده اگر بار تیر پرانی شود در این حدثه نکرد شود، همون قدر خیلی مصالحات آمیز این قضیه دشوارتر میشود. وقتی من خودم میخواستم شخصا بروم با بعضی از دوستان در حاکمیت مصلحت دادم که رفتن من شاید با صلاح نباشد، چون سابق رزمندگان اتحادیه نیروهای اپوزیسیون مجاهدین نهضت که بعدا در سطح قوای مسلح کشور خدمت کرده ایستادند، اونا دیگه جزئی سربازای وطن هستند. با فرمان وزارت‌هاشون امروز رفتن برای خدمت برای وطن و ملت در اون مرز ایستادن. ولی ببینید که طرف قرقیزستان چقدر حساس شد، واکنش نشون داد و حتی در خبرهاشون پخش کردن نوت اعتراضی به وزارت خارجه تاجیکستان فرستادن که تاجیکستان از نیروی مجاهدین سابق استفاده کرده است برای حل مرز. وقتی این قدر حساسیت نشون دادن گفتم اگر من روم اون طرف رهبر نزدیک کنیم تاجیکستان روم میگن که دیگر یک بار اینا همشون آمدن در مرز ایستادن، برای همین گفتم که بهتره شاگرد ما نریم. ولی با چندی از دوستانمون در پارلمان قرقیزستان که ما همکاری داریم زنگ زده فهمانیده که کاری کنیم که در سطح پارلمان حکومت ها پرزیدنت های مسئله خود را پیدا کنند. ولی نظر ما یک چیز است برادر، نظر اسلامی تاجیکستان راضی نیست که یک وجب خاک وطن و دیگران داده شود. ما باید حمایت کنیم از شهروندان خودمان. وروخ انکلاو نبود، این یک منطقه جدا شده از مرز تاجیکستان نیست. باید که راهی پیوست با وروخ و دیگر دیارهای تاجیک‌نشین در مرزهای تاجیکستان وجود داشته باشد. این نظری ما هست. ان شاءالله من باور دارم که حکومت تاجیکستان به همین نظر هست و کار تا همین حد خواهد رسید. در اون سخنرانی‌هاش هم گفتم که ما مثلا تصور نمی‌کردیم که یک روز با هم میشینیم و خواندن بیشتر دیدن تلویزیون یا در اینترنت بسیارش تصور میکنن که بیا چرا بودیم با صلابت بسیار با حشمت هستیم و منم که دوست نمیدارم بسیار با لباسای رسمی گشتن. در روز اول سخنرانی خودم لباس رسمی داشتم و دیگر با همین لباسای عادی نیم ورزشی آزاد میگشتیم و بعد گفتن که برای شما محمد هم نوشتن که اگر این مهمانخانه برای شما خیلی سزاوار نباشد ما مهمانخانه دیگر را برام کنیم توی کانتر. هر جایی که مهمان‌ها میستن همونجا میستیم. ما چه فرق داره؟ امروز هم گفتم عبد دعوت کردم، گفتم برای مهمان‌ها استالای استودنتی همون دانشگاه هست معین کردن. اگر ما اونجا دیگر خواهیم برای دانشگاه با همون همراه استودنت‌ها میریم میشینیم خلاص میخوریم همراه مهمان‌ها همونجا رفتیم و بسیار هم مهمان‌ها خصوصا هم صورت میگرفتن که ما اینو برای خاطره بگیریم که در آشخانه دانشجویی با همراه نشستیم
یعنی اینو وقتی از یک طرف فکر میکنن میبینن که منصبدارا و مخاندارا از مردم جدا میشوند، از مردم دور هستند و در دیگر جاها میگردند. شما وقتی که میان به این گفت و شنیدها واخوری‌ها کمتر نزد مردم میان، مسجد، بازار اینجا نمیگردن، از هم مهمانخانه میگردن میروند و یک تصورات، این فقط برای تاجیکان اکثر متاسفانه اکثر جا همینطور است، یک تصورات با وجود میاد که منصبدار و مقامدار حتما باید در همون جاها گردد، با مردم نباشد. ولی خدا را شکر این فرهنگ اسلامی است. ما از استادان ما مختیم، چون استادان ما استاد سید عبدالله نوری، استاد همت و دیگر بزرگواران با وجود هم مقام مرتبه بلند خیلی آدم خاکسار بودند و اونا هم از مکتب سیاسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این رو می‌خوند. پیامبر اکرم اونا هم رهبری مدینه دولت بود، رهبری دولت بودن، هم پیامبر بودن، هم رهبری سیاسی بودن، رهبری نظامی بودن. ولی شما اگر تاریخ رو که حتما خوانده، سیره رسول الله رو اگر ورق بزنید میبینید که چقدر عادی بودن در مناسبت با مردم، در مسجد، در همه جا. و این فرهنگ سیاسی اسلامی هست که ما نمیتونیم جدا از اون باشیم. البته با این دوستان شوخی کردیم که حاضر شما ما رو در این حالت با همراهتون میبینید تا وقتی که به حاکمیت رسیدیم. بعد حاکمیت که رسیدیم شاید چی بدونم ما هم مثل دیگرها شدیم. یادم هست در لندن BBC دعوت کرده بود برای مصاحبه تلویزیون BBC. بعد چندین کارگراشون ایرانی هستن، ایرانی که هجرت کردن رفتن. بعد از مصاحبه چند تاش اومد صحبت کردیم، گفتن که کاش که داملوهای ما هم چون ایرانی بودن، منظور همین آخونده و ملاحظه کرده مثل شما باشن. ما آرزو میکنیم که هم از لحاظ دیدگاه ها و جهان بینی و هم از لحاظ خوب مناسبت کاش که اونا مثل شما باشن. گفتم اونا شخصیت ها بسیار خوب دارن، دانشمند، خوبسار، همه جا اکثریت همین است در عالم اسلامی. گفتن که به هر صورت باز شما دیگر خیلی تاجیکا بعد گفتن که ما همون آخونده شما هم تا به سر قدرت رسیدن مثل ما بودن. بعد که به سر قدرت، اگر ما به سر قدرت برسیم مثل همون میشه. این خاکساری و تواضع بیشتر خاص کسانی هست که هنوز به قدرت نرسیدن. ولی دعا کنیم که خداوند ما را در همه حالت، در همه شرایط فرهنگ اسلامی وقتی فرهنگ اسلامی میگیم، فرهنگ اسلامی تواضع است، خاکساری است، با مردم بودن هست. همونجوری که حضرت عمر رضی الله عنه امیرالمومنین بودن، ولی شبانگاه با لباس‌های عادی می‌پوشیدن و بین خانه‌های مردم رو کوچه را چرخ می‌زدن تا اینکه ببینن که در احوال مردم چگونه هست، از خانه‌های مردم چی صدا میاد، صدای خرسندی میاد یا غم و اندوه، صدای پختن خوراک میآید یا یگان گیره طفل. چون رهبر باید مشخص کنه که تابعانش چگونه زندگی میکنن و اون جوابگو هست، هم در این دنیا هم فردا روز قیامت. و این فرهنگ اسلامی است که یک مسئول، یک رهبر باید که همیشه با مردم باشد، جدا از مردم نباشد. البته گاه می شود که شرایط وادار میکند که آدم رعایت کند اونها را، دیگر از دست ما بیرون نیست. نمیتوانیم به سوالهای همه جواب بگیم یا به نامه‌های همه جواب بگیم و گاه از ما ناراحت میشوند مردم، ولی خب هر چه از دست ما بیاد میشود در خدمتتون هست. خب بفرمایید اگر سوال‌ها باشد گفتنی. من این قصه ها را به خاطر متوجهم که شما اگر سوالی داشته باشید تحریرتون ذهنتون آماده کنید. معمولا از تجربه هم میدونم که بعد در آخری جلسه ها سوال‌ها باقی میمونن، همه میخواهد سوال بگیرد ولی در اول منتظرن که کنی اول دیگر رو گپ زنن، بعد در آخر سوال رو میتونید. شاید نیست که سوال باشد، اگر گفتنی داشته باشد، درخواستی باشد، تنقیدی باشد از ما. دوم رحمت خانه چیزی دوم شما موقع قبل کرده خدا شما قبل کنه برای مخوری تشکیل دادید رحمت دوم. اول از خانتان گفتید که برای مهاجران تاجیک چه برای
کار وزنه نه پرکوالیفیکاسیون بود که همون چیز ما لازم نیست ممکنه برای بچه‌ها فهمیدن کمتر وسیع می‌کرده. خب اگر روشن‌تر بگم من راستش میدونم که اکثری بچه‌هایی که تاجیکانی که در خزان کار کردن در تاتارستان بیشتر در بازار باشن. در بازار کاری چندان سنگین است، صفتاً خوب است، تازه هست، مشکلی هم نداره، درآمدش هم بد نیست. ولی هستن برادرایی که در کار ساختمانی کار میکنن، در با هم ساختمان بسیار سنگین با رعایت نشدن طلبات سانیتری اجتماعی. البته من درباره تاتارستان میدونم که وضعیت در مقایسه با دیگر سوبیکت‌های رئیسی خیلی خوبه. ولی وقتی میرم با مثلا برادران در مسکو، در اطراف مسکو ملاقات میکنم، در ولایت‌های دورتر از مسکو یا مردم زیاد در مطبوعات هم میخونیم شکایت‌ها زیادن که کار وزین است، معاش خوب داده نمیشه. باز هم معاش هم در آخر فریب میکنن، با دست یگان خلابو میافتد این کارگر پولشون نمیتیم. خلاصه ما خواهشمون چی است؟ وقتی صحبت کردیم با در دستگاه پرزیدنتی تاتارستان یا در با معاون وزیر اقتصادش هم مقصد ما این است که وقت تاجیکار یک کاری کنه که کارهایی هم از لحاظ صفت بهتر، از لحاظ معاش و مزد بالاتر و از لحاظ حفظ اجتماعی یک شرایط خوبتر رو باید که صاحب شوند. مثلا از لحاظ صفت چی معنی داره؟ چرا تاجیک همش در بازار کار کند یا در ساختمان یا در کوچه‌روبی؟ ما باید پرکوالیفیکاسیون معنیش چی است؟ حاضر در تاتارستان زون‌های آزاد اقتصادی سواد اکونومیک زون تشکیل کردن، در اونجا تکنولوژی نو وارد کردن. دیگر هم کماز هم در خود معاون وزیر گفتیم که در مدری چینی در بعضی کماز اینا تکنولوژی نو وارد کردن و اکثری زواد و کارخانه‌ها دیگر با ربات یا کامپیوتر کار میکنن. اینا گفتن خودشون اعتراف کردن که نیاز به قوه کاری داریم، باید ما کارگر جلب کنیم. شما میدونید که مناسبت‌ها با اوکراین چندان خوب نشد و شاید که ویزا جاری شود بین اوکراین و روسیه. یک قسم کارگرانی مهاجر در روسیه از اوکراین هستند، از مالداوی هستند. مالداوی هم جزئی اساسیون همکاری اساسیانی امضا کردن با یوراسیوز و اوکراین هم دیروز سروازیرش امضا کرد در بروسل. این چی معنی دارد؟ معنی دارد که بازارهای یوراسیوز برای شهروندان اوکراین و مالداوی باز می شود. کارگران اوکراین و مالداوی که بیشتر روسیه می اومدن دیگر برای کاری بهتر و معاش خوبتر ممکن اروپا روند و اون ضرورت روسیه با قوه کاری از کدام حساب باید تامین شود؟ از حساب مهاجرین آسیای مرکزی است، تاجیک، ازبک، قرغیز. در این رقابت هر کی صفت کارش بهتر است، هر کی کامپیوتر را میداند، زبان روسی را میداند، او بیشتر جای کاری خود را صاحب میشود. منظور همین است که مهاجرین تاجیک چه در تاجیکستان چه در تاتارستان یا در دیگر ولایت‌ها باید دوره‌های بازآموزی را گذرانند، پرکوالیفیکاسیون. مثلا باید که بازار روسیه آموخته شود که نیاز به کدام تخصص هست، و کامپیوتر شد و نمیدونم کسانی که تکنولوژی را میدونن. خب حتی در خواجگی قشلاق هم در فرما هم کار کند، حوض فرما کامپیوتر شدن دیگر. و ممکن در وقتی که من گاوبانی خوب هستم، خواجگی دار خوب هستم، ولی وقتی اگر کامپیوتر نداند و با تکنولوژی معاصر خوراک گاو تقسیم کردن نتوند، اون دیگر معنی دارد که نمیدوند، او حتی گاوبانی خوب هم نیست. برای همین ما باید که حتی پیشنهاد هم کردیم که اگر در تاجیکستان اون پتیوهایی که داریم، صدها پتیو بود زمانی شده، در بعضی همونا باید که کورس‌های کوتاه مدتی بازآموزی تشکیل کرده شود با نظرداشت بازار کاری روسیه. باید که مثلا وزارت شغل اهالی ما خدمات مهاجرت از تاتارستان سوال کنند که شما چی خیلی متخصص شما نیاز دارید و چند نفر. اینا باید روی خط یعنی که ما مثلا 1000 نفر
ساختمانچی با این صفات ها نیاز داریم. 1000 نفر در خودروی قشلاق نیاز داریم، 1000 نفر در زواد کمز ضرورت داریم که باید این هنر رو داشته باشد. موافقاً همین ضرورت باید که در PTO ما حکومت تاجیکستان متخصص تیار کنه. اون نفری که میآید بررسی باید که سرتیفیکاتی مثلا سوارشیک یا کامپیوتر شد یا منتاژنیک هر چیز داشته باشد موافق همون تخصصش بیاد صاحب جای کار شد. مقصد از پریکوالیفیکاسیون همین است که هم در روسیه هم در تاجیکستان متخصصان تیار کرده شدند از سوی مهاجرین ما تا اینکه نباید در اینجا یک سفری توکلی کند بگه خب اگر جای افتم در بازار نیفتم در ساختمان اینجا هم نیفتم در راهروی اونجا جای کار پیدا کنم. یعنی ما حق نداریم دیگر مهاجر تاجیکا به تقدیرش حواله کنیم. 10-15 سال به همین حال آمدن زحمت کشیدن امروز دیگر بازار کاری روسیه قوه کاری صفتناک طلب میکنه. بنابراین مقصد ما همین بود از اون صحبتی که در اول کردیم. اگر درست فهمانده توانسته باشم مقصد ما صدا خوش آمدید میگم. خداوند قدمتون مبارک بگرداند. همچنین شما یک نماینده پارلمان میخواست درباره نیروی تماشای رسید چی باید تماشای سیوس این شما پرسیدید که تماشای سیوس تاجیکستان داخل شود نشود خوب است. همین گونه پیشنهاد از طرف روسیه هست. مثلا ماه نوامبر که همین قزان در ماه نوامبر در همین شهر قزان یک فورومی یورازیسک اینتگراسیون فورم شده بود. ما هم از تاجیکستان تنها من دعوت کردم. در همونجا ایده وارد شدن قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان و تماشای سیوس بار دیگر صدا داد و من احساس کردم که قرقیزها و ارمنی‌ها بیشتر آماده وارد شدن هستند و اتحاد گمرکی ما تنها میتونیم بعد از قرقیزستان وارد شیم. چرا؟ یکی از شرط‌های این اتحاد گمرکی داشتن مرزی مشترک است. تاجیکستان نه با قزاقستان نه با بلاروسیا نه با روسیه مرزی مشترک ندارد. ولی قرقیزستان دارد با قزاقستان. اگر که قرقیزستان اعضای تماشای سیوس شد ما با قرقیزستان که مرزی مشترک داریم میتوانیم اعضای این اتحاد شیم. البته استثنا یا اسکلوچنی برای ارمنستان کرده ایستادن. ارمنستان هم با این کشورها ندارد مرزی مشترک ولی شاید که روسیه هم راضی شود که با ارمنستان این استثنا را کرده باشد. خب وارد شدن ما چی برد دارد چی باخت؟ ببینید ما تاجیکستان سال گذشته عضو سازمان جهانی سودا شد. WTO میگن Всемирная торговая организация. بعضی کشورها مثلا روسیه 10 سال 15 سال نوبت ایستاد، چون زحمت زیاد کشیدن گفتگوشون زیاد شد که باید در WTO قبول شد. ولی تاجیکستان زیاد نوبت نایستاد و تیزتر قبول شد. قرقیزستان از ما پیشتر عضو شده بود، گرجستان پیشتر عضو شده. عضو شدن به این اون سازمان‌های اقتصادی، تجارتی، مالیوی معنی ندارد که شما از اونجا فقط بود می‌کنید. در برابر بود و فایده ضررها هم دارد. مثلا ما وقتی که عضو سازمان جهانی سودا شدیم معنی رو دارد که شما باید درهای کشور رو برای وارد مال باز کنید و تاجیکستان دیگه حق ندارد قانون‌های حمایت کننده از استحصال کننده داخلی قبول کنند. برای مثال ما چند سال پیش در پارلمان چند قانون قبول کردیم که استحصال کنندگان قالین‌های وطنی امتیاز داشتند و استحصال کنندگان اون تراکتورهای ایرانی را سوپورت می‌کردند و امتیاز دارد. و چندین حتی یک شرکت گفته که ما ویلاسیپد می‌سازم برای که ویلاسیپد در تاجیکستان ساخته شد برای وام امتیاز دادن بعد نساخت. نمیدونم ویلاسیپدش کجا شد. ولی وقتی شما عضو سازمان جهانی سودا شدید که حق ندارید این گونه قانون‌ها قبول کنید. چرا؟ چون که یکی از طلبات این سازمان همین است که
باید که بازار آزاد باشد، رقابت آزاد باشد و همه برابر، چه استحصال کننده داخلی و چه خارجی باید که امتیاز برابر داشته باشند. اکنون شما تصور کنید که قالین تاجیک با اون صفت پستش آیا با قالین بلژیک و ترکیه و ایران رقابت کرده میتونه؟ نرخ محصولات اشیاء خام در ما بلند، در اونا ارزانتر، با صفت اونا خوبتر. مثلا یک قالین تاجیک تمام میشه تا لحظه آخر استحصال کردنش. برای مثال میگم $200 اگر باز اندازه ها را سپارد میشه $250، در حالی که قالین ایرانی و ترکی با صفتی بهتر $150 شاید ممکن باشه. استحصال کننده تاجیک ضرر میکنند، مالش در فروش نمیرود و تاجیکستان حق ندارد استحصال کننده شو حمایت کند. این طلبات WTO هست، سازمان جهانی سودا هست. تاجیکستان اعضا شد. خب ما باید آماده این گونه حالت‌ها باشیم. وقتی که ما عضو تماجد سروز میشویم معنی چی رو دارد؟ معنی رو دارد که ما دیگر باید که درهای کشور ما رو برای مال‌های روسیه، قزاقستان، قرقیزستان باز کنیم و اینها به ممانعت بیارن براشون فروشن. البته برای کشورهایی که استحصال کننده نیستن این فایده دارد. ما که در تاجیکستان زیاد استحصالات نداریم، این برای فایده است، چون که مال روسیه به تماجد پاشنه وارد بازار ما میشه. ولی استحصال کننده ما اگر استحصال کننده داشته باشه مواد خوراکی اینا ضرر میکنن، چون که دیگر رقابت با کشورهای دیگر کرده نمیتونن. در هر صورت نظر شخصی من این است که ما باید عضو تماجد سرویس شویم و اگر قبول کنن به نفع ما هست. بالاخره حرکت مال، حرکت پول بین این کشورها آسان‌تر میشود، قوه کاری آسان‌تر حرکت میکنن. البته ما باید یک شرط گذاریم در این تماجد سرویس که حرکت قوه کاری بین این کشورها باید مثل مال و مثل پول آزاد گذاشته شود. مثلا همون گونه که یک شهروند روسیه رو در روسیه به کار قبول میکنن به ممانعت، شهروند تاجیکستان هم بیاد در اینجا کار کنه، شهروند روسیه رو در تاجیکستان کار کنه. مثلا مهلت موقتی نتیان اجازت برای کار برای 1 ماه 2 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال این نباشه، شهروند بیاد آزاد در بین کشورها کار کنه. خب دیگر سوال ها هست؟ استاد همین سوال با یک دیگه سوال میباشه رحمت همین من فکر خود من شخصی من همین که مثلا تماجد سیوز با قرقیزها داخل شد، از عقب قرقیز گرانسی ما همسره دسته ما داخل شدیم. در صورت داخل شدن تاجیکستان قرقیزستان که داخل شد همین بحث حاضر من توجه علای واروخ همون گرانسی همین خوب کشوده میشود یا با همون زمین من و زمین تو همین میمونه؟ نه، این با هیچ بحث مرزها دخل ندارد. این مسئله تماجد سرویس تماما دیگر است. سرحد میماند، یعنی سرحد باید باشد و البته رفت آمد ما در سرحد یک گمرک از بین می رود. مثلا فقط حساب و کتاب میشد برای استاتیستیکا، همه بدونن که چقدر مال وارد شد چقدر مال بیرون رفت، ولی پاشنه گرفته نمیشود. ولی حضور درباره قرقیزستان وارد شدن به تماجد سرویس بر وقت است. حضور شما گفتید که قرقیزستان داخل شد شود گفتیدن، چون که در قرقیزستان هم یک نیروهای بسیار قوی هستند که مخالف وارد شدن قرقیزستان به تماجد سرویس هستند. خصوصا اپوزیسیون قرقیزستان این رو نمیخواهد و شما میدونید که قرقیزستان یک دولت دموکراتی هست. در اینجا معلوم نیست که کی فردا سر قدرت میاد. امروز اتنبایف است، فردا با یک نفر دیگر میشود و حکومتش هم 2 روز پیش استعفا رفت، سروزیرش با همه وزیرها معلوم نیست که کی سروزیر میشود. برای همین اون ایفریه که قرقیزها 3-4 ماه پیش داشتن درباره وارد شدن به تماجد سرویس از بین رفت و هر چقدر که قرقیزها در اومدنشون به تماجد سرویس طولانی‌تر شود معنی دارد که همون قدر ما خفا میکنیم. استاد یک سوال میکنم. همون شما رو خیر مقدار میدونید و این نظر اقتصاد میکنم. بسیاری بچه‌ای که به شهر روسیه و تترستان میگوید و دیگر شهرها میرن 50-60% بچه‌ای که باید که رفته خدمت کنند
از خدمت گرفته میکنم که مقصد خدمت نکنیم که میگم وقتی که اینجا میگم وقتی من باید میشه کردیش میشه برای آبی هست از جوهر موضوع همیشه گاب شد که جوهر فرزنده پدر برده محباس کرد اسلوب موسان که من بچه ندید بعد طور بزرگ میکنم همین آبی من خودی همین کاری که دوستی همین این از این قانون نیست پرزیدنت هم در همین ماهی گذشته دیگه مجبور شدن حتی خودشان گفتن که ابلاغ غیر قانونی است بس کرده شد ابلاغ و وزیر دفاع هم اعلام کردن که دیگر از اسلوبی ابلاغ خپیده گرفتن برای خدمت حربی بس کرده میشد ولی بجای فرزند و جزا کشیدن پدر و مادر یا خیلی شما گفتید مثل قریب در افغان گرفتن پدر و مادر این غیر قانونی است چون انسانی با خدمت عسکری شهروندی کامل حقوق دعوت کرده میشد وقتی سین 18 را پر کرد بعد دعوت کرده میشد از روی قانونگذاری تاجیکستان کسی که 18 را پر کرد باید جوابگر مسئولی حرکت ها و فعالیت خودش است در نزد قانون خودش جواب میگه و بنابر همین هیچ کس حق ندارد که به جای شهروند پدر و مادر او جای بده و البته چرا جوانان ما از خدمت حربی فرار میکنن و این کاری خیلی بد است جوان باید که خدمت وطن را انجام دهد و البته میفهمیم که مشکلی هست مناسبت ها با سربازان در ارتش خوب نیست اخیراً اخبار اگر خونده باشه باز یک جوان را سرباز جمهوری از گردنش رو شکستن و وقتی این خبرها جوانان میشنوند پدر و مادر میشنوند هیچ کس راضی نمیشد که فرزندش رو به خدمت بفرستند وظیفه ما هم همین است که شرایط خدمت رو در کشور باید بهتر کنیم تا اینکه سربازان جوانان آرامانه روان خدمت کنند پدر و مادرش نگران نباشد من باور دارم که وزیر نو که خودش جوان است افسر کسبی است این مسئله را باید جدی بگیرد و اصلاحات ارتش را باید انجام دهند ما چند سال پیش یک پیشنهاد کرده بودم دیدم که در پارلمان جانبدار نیافت ولی شاید که همین ماهای نزدیک این پیشنهاد آن را باز دیگر به پارلمان تقدیم کنند ماهیتش این است که به این هم بسیار شهروندان ما برای نرفتن به خدمت حربی با دادن پاره رشوه خودشون رو آزاد میکنند و این پول به جیب مسئولین نرود کارمندان کمیسریات حربی میرود یا به دیگر مسئولین میرود دولت و خود ارتش ارمی از این فایده نمیبینه ماهیت پیشنهاد ما چی است یک فوند مخصوصی حمایت از یا پشتیبانی از نیروهای مسلح تاجیکستان تشکیل کرده شود و هر کسی که نمیخواهد خدمت کند ولی به سین خدمت رسیده است با اون فوند یک مبلغ معین رو گذراند مثلا این رو باید حکومت معین کنه $2000 $3000 شاید $5000 این مبلغ میرود به این فوند و اون نفر از خدمت عسکری آزاد میشود ولی کسانی که میخواهند خدمت کنند باید معاش بگیرند از حساب همون فوند مثلا شما اگر $3000 یا $4000 یک نفر وارد کنند به این فوند اگر همون ماهانه تقسیم کنیم با 2 سال چقدر میرسد؟ حداقل $150 میرسد $150 اگر 2 سال معاش هم گیرد یک سرباز و میرسد شرایط خدمتش بهتر کرده شود خوراکش بهتر کرده شود لباس جای خوبی سرباز بهتر کرده شود از حساب همون پول نفری که خدمت نرفت من باور دارم که بسیاری از پدر و مادر فرزندش رو خودش میفرستند به خدمت عسکری اقلا ماهی $100 و خانه کمک میشود فرزندش در یک شرایط خوبی سانیتری طبی و گرمی خدمتش رو ادا میکند شاید که واقعا یک مکتب خوبی تربیت انسان هم شود ارمیه سال شوروی همین خیلی بود ولی بعدا این ارمی تبدیل شد به یک جایی که دست کوب میشود البته در شوروی هم میزدن ولی در برابری زدن با تربیت خوب هم میکردن
حقیقت 6 ماه میزدم یکمی سال دیگر با اون دیگر میزدم ولی در ارتش شما متاسفانه شرایط البته بهتر شده است در مقایسه با سالهای اول. برای من این پیشنهاد رو کردنی هستم، شاید که در این ماهای نزدیک نیت دارم که در قانون مدافع تاجیکستان پیشنهاد کنم که تغییرات وارد شود. اگر مردم جانبداری کنن از دپوتات‌ها خواهش کنن که این قانون این لایحه پیش جانبداری کرده شود. بسیار نفری که نمیخواد خدمت کرده پدر و مادر پول دارد حتما با بودجه دولت پول بذارند. از اون که پول رو با کیسه کلیسای حربی می‌تید یا با یک مسئول دیگر همون پول در اختیار دولت قرار بگیرد که با فایده سرمایه صرف شود. سلام علیکم. مقصد اساسی ما دوملو شونی داریم برای دیدارتون بود. لیکن بعضی پیشنهادها رو دوستا با قریبی با نزدیکی یک حادثه شد که عموما تاجیکستان ما خب میشنویم و اساسی همینجا میگردیم. انسانیت حقوق ندارد. من با قریب یک چورکی ما یک بچه که بردن زدن کوفتن با نسبم خوبونن اشکی دیدن نمودن اخیر بچه یک مرد. با خواهد باشه دیگر امیدجان دیگه بچه ها برای همین برای پیشنهاد یک سوال می‌کردن همین خیلی میشد که یک بهبودی حقوق انسانیت نخود که برنج خیلی فورد عذاب کیان همون بخال بعضی بچه‌ها که حوزه گون که اگر کلینی نکشته ها من کشتم بگویی از مجبور کردن دادن جزا همه یگون طلبات پیشنهاد. خب برادر عزیز شما را خوب بفهمم وقتی که همون امید جان از آشنای سیریان خودش رو پرتافت هر دو پا شکست. من در خارج بودم هیئت فرستادیم و اسفره برای دیداربینی همون کس رفتم معاونم رفته بود. بعد خودم که از خارج آمدم سفر کردم اسفره رفتم خانه شما با مادرش ملاقات کردیم با برادرش با همسرش و اونا قصه کردن که چگونه این حادثه شد و با رئیس شهر اسفره ملاقات کردم با پروکورور اسفره با نچندی ملیسی اسفره خواهش کردیم که این پرونده از روی قانون و عادلانه بررسی کرده شود. اونا وعده کردن که حتما این رو طبق قانون میبینن. ولی چون امید جان دیگر شکسته بود هر دو پاهاش حرکت کرده نمیتونست اونا انتقال دادن به شهر خوجند. من خودم شهر خوجند آمدم خواستم در سیرو ملاقات کنم همراهش با ادوکاتش رفتیم که از زبان خودش فهمم که چی شده است چرا خودش پرتافت. ولی 2 ساعت در پسی همون در سیزو ایستادیم در باز نکردن اصلا اجازت ندادن که دپوتات وکیل مجلس نمیدادن وارد سیزو شاید ملاقات کنم که خیلی عجیب بود. من حتی گفتم که میستم همونجا تو وقتی که اجازتی هم که بعد سفر خارج بود از همون خوجند اون وقت مرز قرقیزستان باز بود داشتیم بالکن و سفر کردن و مشکل. ولی ما از وکر گرفتیم کمک کردیم تا اینکه این پرونده تا آخر دیده شود که چرا یک انسان مجبور میشد که خودش از آشنای سیرین پرت کند. از وقتی امید جان گفت که در صحبت با ادوکات گفته است که وقتی که لط کوبی زیاد شد در سرش سلافان کشیدن برق موندن و همه بدنش معیوب است اون مجبور شد که خودش میدونه از آشنای سیرین پرتافته میخواد. آدم باید به یک حالتی رسد که بعد این کار کنه یا معی میشن میمورد یا اگران گفته که من گفتم که یا از این عذاب خلاص شم یا حداقل اگر زنده مونده میتونستم رفته به پروکورور شکایت کنم که در اینجا چه عذاب داده ایستادم. خلاصه این ورسیا رو به ادوکاتش گفت است. ما خواهش کردیم که همون هر دو پا شکستگی است اصلا یک گریخته نمیتوند همش گیپس است و از سیزو انتقال داده شد برای طبابت و بیمارستان چون خوفی فرار کردنش دیگر نیست. مصالح مولد آدم اخران مولد و توبت بدید متاسفانه حتی دیگر امکانیتی و توبت خانه فرستادن هم نشد. 2 ماه 3 ماه در همون سیزو با همون پاهای شکسته با همون حالت گیپس ایستاد که نهایتا تا شهادتش. من وقتی که ایشان رو گفتم که شهید شد انشاءالله خیلی ناراحت شدن در بعضی مقامات حتی علیه نهضت هم خیلی علیه من هم خیلی که اپوزیسیون گفته شد که یک جنایتکار شهید میگن.
جنایتکار اول باید سود معین کنند. تو اگر حکم سود نباشد هیچ کس حق ندارد یک نفر رو جنایتکار بگیرد. امیر جان کارش تا سود نرسید و از طرف دیگر طبق معیارهای شریعت معین است که شهید کی است. کسی که مظلومانه کشته شود، در حالتهای الهیده است، در روی خدا کشته شود. حتی بعضی بیماری‌هایی که خاراکتری درونی هم دارن طبق حدیث اونا هم جزئی شهدا هستن، غرق شده باشد. بنابراین ما امیر جان رو گفتیم که انشاءالله که شهید است و حتی یک میزی دیدیم که شکنجه در تاجیکستان در محبس‌ها در خصوصا مرحله تفتیش خیلی زیاد است. گفت شما بعضا همه خیلی شوخی هم میکنن که لنین هم با دوش میگیرید و جنگ دوم جهان هم دیگر اعتراف میکنه که من کردم. و ما یک میزی گرد برگزار کردیم با شرکتی حقوق‌شناسان، پدر و مادرها، ژورنالیست‌ها درباره راه ندادن به شکنجه. ببینید که وقتی ما اینجا مقصد فقط اعضایان حزب ما نبود، باید در تاجیکستان شکنجه نباشد. انسان است. حتی جنایتکار هم باشد باید برای مسئولیت انسانی کرد. فرق دولت از جنایتکار همین است که جنایتکار از اون میزند میکشد عذاب میکرد. برای همین جنایتکارش میگن. ولی وقتی که دولت هم اگر همین کار تکرار کرد پس چی فرق میموند؟ هیچ. بعد برگزاری همین نشست ما قدر هجوم بالای نهضت شد. اگر اینترنت خوانده باشید چقدر مقاله ها زیدی نهضت چاپ شد، چقدر فیلم ها چاپ کردن، چقدر نوارها رفتن چند تا یک بدبخت جنایتکار ریش چسبانده آورده در تلویزیون از اون اینترویو گرفتن که اعضای حزب نهضت هست و این همش بعد خودشون گفتن که ما اینا جواب دادیم و همون میز گرد شما درباره شکنجه. اینا شما ممکن سوالتون باشد که یا حتی ممکن مقصدتون که پس همون چیکار باید کرد؟ نهضت چیکار میکنه؟ یا دپوتات چیکار میکنه که پیش شکنجه بگیرن؟ ما اون کاری که از دست میاد کرده ایستادیم، ولی نه همه در کشور ما میخواهند که شکنجه از بین برود. ما خرسند بودیم میشدیم اگر که ما دعوت کردیم پروکراتور و وزارت داخله امنیت که در این میز گرد بیان شرکت کنند و همراه راههای از بین بردن شکنجه رو جستجو کنیم. ولی برعکس دیدیم که هیچ کس ناآمد، نه تنها ناآمدن باز علیه ما قدر دروغ و تهمت رو هم نشر کردن در رسانه‌ها که بیا ما با این اعلان کردن یا که آشکار کردن شکنجه میخوایم وضعیت رو در کشور ناخوب کنیم. به هر صورت ما امید داریم که وضعیت بهتر میشه و باید پیش روی این شکنجه گرفته شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما خدمتگار میگم و همه شما معلوم است تا زمان در تاجیکستان در هر گوشش خدای محترم درس میدن و این غیر رسمی بود و نمیشه که برای نوسان مثلا یک مرکز حفظ برای آموختن قرآن برگزار میشه که یکون در تعلیم که به زمان رسول میگن پرالیل هم مکتب و هم هر وقت انسان برق میزنه در تاریخ تاجیک ای همه مقصد عالمانی که علم گذاشتن به مانند ابو علی بلسینا، سعدی شیرازی و غیره همه اینها حافظ قرآن بودن و حاض بچه‌ای که 15-16 هست دیگه ترکی آفرید میگه نمیدونم بعضی هاش ما دیدیم هم خیلیشون دیدیم مقصد ایدین دور شده و درخواست ما همه که همه برگزار خب اون چیزی که شما درخواست کرده شدید این آرزوی من است و آرزوی هر یک مسلمانی واقعی آگاه است. ولی ما شما باید فکر کنیم راه‌های عملی کردن این آرزو ما. از اون چیزی که شما میگید تنها آرزوی ما نیست. من فکر میکنم که این یک راهی حل برای جامعه ما است. ملت کمک میکنه، دولت کمک میکنه، جامعه را به راه راست هدایت میکنه. همونطور که شما مثال آوردید که بزرگان ما همشان حافظ قرآن بودن، زودکی، حافظ، سعدی، ابن سینا. علم اثبات کرده است که
حفظ قرآن ذهن کودک قوی میکند. شما اگر کودکی که قرآن حفظ کرده باشد، حتی شاید نیست که همه شد، یک قسم از قرآن اگر حفظ کرده باشد، برای او حفظ کردن شعر و غزل و فرمولهای متماتیکی و خیمیایی هیچ مشکلی ندارد، چون ذهن آماده است. و من نظرم این است که چرا ما به این حالت رسیدیم که دیگر تحفیظ القرآن، مکتب‌های مخصوص حفظ قرآن نیست و یا که بودن غیر رسمی و رسمی بسته شدن، کم شدن. در کشور ما یک اندیشه به وجود آمد در بعضی مسئولین که جامعه ما از حد زیاد به طرف اسلامی شوی رفته شده است. و گفت متخصصان خودشون ایده چرزمیرنه اسلامیزاسیا به طرف اسلامی شوی رفته شده است. جوانان مسجدها را پر کردن، در همونجا تاختی کشیده شدن، ریش مانده شدن، مسئولین فرزنداشون را به مدرسه ها داده شدن و گفتن که خب این ملت ما به عصرهای میانه برمیگردد، عقیب برود، باید که ما ملتی باشیم که همه دانشمند باشیم، سوادناک باشیم، کامپیوتر خیلی کار کنیم، کیهان باید برویم، نمیدونم آرکتیکا باید برویم، انتارکتیکا باید برویم و بسیار نیت‌های نیک، نیت‌های خوب. و فکر کردن که اگر رفتن بچه را از مسجد و مدرسه و از حفظ قرآن منع کردن، بعد 2-3 سال این بچه خودش دیگر علامه می شود و مثل اون فیسبوک که اختراع کنه، زوکربرگ بود، مارک زوکربرگ، این هم یکون اختراع میکنه، یکون سیستم کامپیوتر. خب از اونجا که قانون رو قبول کردیم در 3-4 سال گذشت، 4-5 سال گذشت و نتیجهش چی شد؟ که در همین 3-4 سال گذشته نتیجه این شد که علاقه در دوشنبه بین مکتب و جنگ است، مکتب با مکتب جنگ کرده شده است، کارزنی رفته شده است، سطح جنایتکاری بین نورسان در کل کشور بالا رفته است از روی فایز. سین و سال فاحشه ها، معذرت میخواهم، پایین رفته است، یعنی بیشتر مثلا زیاد شده است. بیشتر اگر ممکن سین و سالشون از 15 و 16 بالا بود، ممکن 14-15 ساله شده است. ولی اگه چیز اختراع نکردیم، یکان غالب المپیاد هم بیشتر نشد از بین بچه ما. چرا این حالت شد؟ ما هم سوالمون همین است که چی در پارلمان چی در جای دیگر که این بسیار یک اشتباه بود. دین هیچگاه پیش روی علم رو نگرفته است، همچنان که علم هیچگاه پیش روی دین رو نباید بگیرد. رقابت بین علم و دین نیست، بلکه همکاری باید. خب این واقعیت کشورمان هست. ببینید در همینجا چند نفریم، شاید که اکثریت آمادگی ها اعضایان و طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشند، شاید. ولی من مطمئنم که در هر جمعیت هستند کسانی که نه اعضای حزب نهضتند نه طرفدار حزب نهضتند، ممکن طرفدار حزب خلق دموکراتی باشند، حزب کمونیست باشند، سوسیال دموکرات باشند. خب اصلا ممکن طرفدار یگان حزب نیستند، شرط نیست که انسان طرفدار یگان حزب باشد. ولی من سوالم دیگر چی است؟ آیا هست کسانی که به همین وضعیت راضی هستند، یعنی میخوان که بچه‌های ما مسجد و مدرسه نروند تا 18 سالگی، مکتب‌های مدرسه‌های حفظ قرآن نباشد؟ هستن یگان نفری که میگن همین وضعیت این روزا ما خوب هست؟ نه، اگر ببینید اگر باشد هم نشود که بگن که اینجا اکثریت طرفدارای مسجد و مدرسه به دستمال بردارن. کسی دستش بردارد من طرفدارش میشم، همراهش کمکش میکنم، یعنی حمایتش میکنم. نیست یگان کس، نه؟ اگر میشد بسیار خوب میشد. ببینید ما وقتی من در تاجیکستان همین سوال میکنم، اکثریت همین خیلی جواب میکنن، میگن نه مردم، نه تنها منصبداران هستند در داخل منصبداران. ولی سوال همین است که وقتی که مسئولین ما در پارلمان در حکومت این قرار را قبول کردن، تکیه به کی کردن؟ اونا میگن که ما نماینده خلق هستیم، مردم رو انتخاب کردن، پرزیدنت میگه مردم رو انتخاب کرده است. این سیاستایی که برده سودان
سیاست‌هایی است که به خلق معقول است، چون مردم وقتی که انتخابات میکنن با این پروگرام انتخابات میکنن. میدونن که سیاستش چیه. دپوتاتوری که شخصی دپوتات قانون را قبول کرده ما میگن که ما نماینده خلق هستیم، مردم رو انتخاب کرده است. چرا شما میگید که خلق دیگر چیزا میخواهد؟ مادامی که خلق ما رو انتخاب کرد پس همین چیزا میخواست است. این مشکلی ما همین است که آیا واقعا این مسئولین ما سیاست‌هایشون رو با مردم مشورت میکنن، تکیه به مردم میکنن یا نه؟ منم سوال دارم. خودش این فهمیده هستم که شما ما رو تنقید نکرده هستید، چون وقتی ما رو میدونید ما هم دو کسی در پارلمان از 63 نفر ما دو کسی گپ ما همین قدر میگذره. ولی من اگر شما رو تنقید نکرده باشید من شما رو تنقید میکنم. شما چیکار کردید که این وضعیت اصلاح شد؟ خب ما کمی نتونستیم ولی شما بسیارید کو. شما اکثریتید کو. شما چیکار کردید؟ در وقت انتخابات، در وقت رایتی، در وقت ملاقات با مسئولین، در مطبوعات، در شبکه‌های اجتماعی. من میخواهم که مردم باید فعال باشن، فعال نه به خاطر کوچه. اصلا من مقابل اونم که مردم خیابان‌ها برن میتینگ کنن و دست به این اعتراض‌های سخت بزنن. ولی ما طبق قانون‌ها، طبق کنستیتوسیا حق داریم که بنویسیم، اعتراض کنیم، موضوع رو بفهمونیم، طلب کنیم از وکیلان، طلب کنیم از پرزیدنت، طلب کنیم از وزیرها، از رئیس حزب نهضت، از رئیس حزب کمونیست. که خب ملت این رو خواسته ایستاده است. ملت نظرش همین است که ما داریم به طرفی غلط رفته ایستادیم. بچه‌ها ما دور شده ایستادن از آداب، از فرهنگ. کدام روز این همه پرابلم خودمون میشود. برای این بیاید اکنون همکاری رو بیشتر کنیم. ما فقط این سوال‌ها رو در خارج نتیم. شما ببینید وقتی اینجا میبینید من ملاقات میکنم شما سوال‌ها رو میتید. بعد من گشته میرم پارلمان یا در نزد سیاستمداران میگم که برادران من رفتم در شهر قزان ملاقات کردم، مردم همین سوال‌ها رو دارن. این رو من انتقال میدم به شما. میگن که این فکر شخصی خودتون است. چون ما هم میریم خارج با مردم ملاقات میکنیم، در داخل هم با مردم ملاقات میکنیم. این گپا رو نمیگن، برعکس میگن سیاست‌های بسیار خردمندانه خوب تعریف میکنن، خرسک میزنن. من سخنبری به بابا نمیتونم وقتی که مثلا پرزیدنت تاجیکستان میبینم چورکوبا یگان کس فرصتی سخن کردن ندارن. توش تو شهر نیست پرزیدنت، خود دپوتات میبینن. دیگه شهر آدمای گرام میگن دیگر جا دیگر قشلاق من این نوروزی وایسادم دا بینید ویدیوش هست نوروزی چارکون دا یگان دختری چارکونی لیکن دختر غرام یگان آخسقال چارکویی نیست. من ویدیو بینید یوتیوب هم غرام همش از خواجه علاورگی از باره خواهرگی سلطان دیگر جاورگی. وقتی که چارکویی یک چیز میپرسد شکمی حتی دپوتاتی من دپوتاتی از اسفره یگان کس نمیدونه نامشون نمیدونه. باید دیروز اینترنت انا خونم گفتن که من مردم با فقط 100 سومون دادم میتونم که کلوش خرید گفتیم. استغفرالله. خوندم. حتی نامشون یگان کس نمیدونه. اون دپوتات اسفره پرسیدن که در این مرز ترکستان چی میگفت من کارم چی با مرز میگفت. ولی همین کس فرصت سخنبری ندارد از بالای ظلم همه خیلی ظلم درجهش که دیگه برای سخنبری میترسن خودم. خب ببینید همه چیز وقت میخواد. انشالله من باوردم که آیسته آیسته ما پرزیدنت هم میفهمن، دپوتات هم فهمیده ایستادن. انشالله. خیر که باید یک سال بعد انتخابات هست. انتخابات پارلمانی هست. با فکر نکنید که من اینجا به خاطر انتخابات آمدم تبلیغ کردم. لیکن اکنون بیاید این دفعه یک کار کنیم. در هر کجای باشد، در این جمع باشد درست و درستی. حتی من طرفدار آن هستم که سفری بعدیتان به وطن و همون شب و روزهای انتخابات موافقت کنید. بیرید یک ماه پیش، 2 ماه پیش از انتخابات. شام که فصل زمستان است. مردم اکثرا در زمستان میروند. تاجیکستان برای خویش تبدیل خبر گرفتن. ماه فوریه انتخابات است. از ماه دکبر، نوامبر بیرید وطن. با هم بشینیم، مصلحت کنیم. و در وقت انتخابات شما هم تاثیر برسونید. هم آواز تید، هم مردم رو تبلیغ کنید. نامزدها رو انتخاب کنید که بعد پشیمان نشه. بعد نگویند در وقت مشکلی که من با این پرابلم از آن کار ندارم. انشاءالله که باور دارم انتخابات آینده هم خیلی بهتر خواهد گذشت.
که مردم اصلا همین مردم تاجیک برای رفتن آواز دادن نه اونقدر سست وای دارن اعتقاد شب رونق زیاد میشود میگن نکنه در اصل باید هر یک انسان هر یک مرد جامعه قطعی نظر کسی که نمیشه حتما باید برود آواز تیار در کسی خود وکیل تا انتخاب می‌کنیم همه در کسی که میخواد در همه آواز تیار خانه ها همه ششتگن بگرد مایلش رفتن در کار آواز دادن این میبخشد ما همون وقتی که رئیس رفتن همون زنکی که اشتیاق کردیم نشد کن همون موضوع انتخابات پریزیدنتی همون زنک شما رفتید گفتید ما هم اویله آواز دادیم آینه ها در پرابلم فرق نکرد داره که از 210,000 امضا گفتن ما همه 230,000 204,000 امضا جمع کرده 6,000 امضا نرسید ولی بعد از اون فهمیدیم که برای 5 روز هم 201,000 امضا کافی بوده است کمیسیای مرکزی انتخاباتی کسی متیمتیک خوب نمیدونسته است 210,000 حساب کردن بعد البته یک دلیل خوب گفتن که ما برای خود 210,000 گرفتیم که تا روز انتخابات ممکن که چند نفر دیگر باز تولد میشد چند نفر دیگر به سین 18 میرسید اما را حساب بعد من گفتم که شما حساب نکردید پیش‌بینی نکردید که تو اون روز چند کس از دنیا میرود میشه یک بار حساب میکردید خلاصه هم خیلی شد که در اپای آینه حال مقدار لازمی آواز جمع نشد ولی البته فشارها بودن ببینید که ما چقدر فشارها اومد بالای مردم حتی دختره که بیچاره همون امضا جمع میکرد سوزن کرد هم ورقهای امضاشا گرفتن هم 100 سومان داشته است میسه گرفته است گفت 100 سومان در سوکر بود هرچی هم گفتم است که شما گرفتن دنبال قانون آینده انتخابات یگان شفافیتش و یگان تضمینی ما در پارلمان لایحه قانون در دوره تغییر لایحه و قانون عملکننده تولید کردیم کمیسا برای کردیم حاضر دو تا لایحه هست یک تا لایحه از حزب ما هست یک تا از حزب کمونیست هر دوش معناش قریب یک است ما تو امکانیتی با هم همکاری کردن یا پیشنهاد کردن هم بود ولی من فکر میکنم که اکثریت پارلمان که اعضای حزب خلق دموکراسی هم این پیشنهاد ما قبول نخواهند کرد چون که پیشنهاد ما اگر قبول شود انتخابات شفاف و دموکراتی میشود اونها دیگه وکیل پارلمان نمیشوند و مثلا ما پیشنهاد داریم که در همه روچت که انتخاباتی نماینده حزب باشد حزب کمونیست باشد نهضت باشد خلق دموکراتی باشد سوسیال دموکرات باشد همه بدونن که چقدر آواز گرفت ولی همه اعضای کمیسیون وقتی از یک حزب باشد دیگه اون شفاف نمیشه ولی حزب خلق دموکراتی میگه که شرط نیست که در همه کمیسیون اعضای دیگر حزب باشد برای همین هم پیشنهاد قبول نمیکنه حتی ما پیشنهاد داریم که اون پروتکل با روشکه پر کرده شود حاضر با قلم اجازه هست با قلم که روشکه میره در مرکز ناحیه و پاک میکنه یا رقم دیگر رو میرسن یکی باید تفتیش میکنه که چند بود ما میگیم که همون با روشکه پر کرده شد بهانه خوب گفتن که پروژه بودجهش کم است همه جا روشکه پر کرده میتونه گفتن هم یک مهاجر هم میتونه 3660 که انتخاباتی است از همون خطا یک سونکه روشکه اما ممکن بسیار شد $100 بشه حزب بسیاری بکنیم حزب نهضت میکنه همشه تامین میکنیم یک روشکه 10 تا روشکه میتیم ولی ما بهانه‌های کودکی هستیم هدف همون است که انتخابات شفاف نگذرد سر رئیس مسئله امید جان خادمایی که جزای کردن جزای قانونی گرفتن یا سود شد چی شد عیب چیزی شد نه هیچ کس جزا نگرفته میگن او فرار کردنی شد خودش گرفتنی بود خلاصا پاش شکست دیگه هیچ کس جزا نگرفته انسانایی که مجبور کردن خب اگر اعتراف کنن پس جنایتشون رو اعتراف میکنن اونا کی اعتراف میکنن که نه زدن لطو کوب کردن شکست اعتراف این سعادت که حاضر گردنش شکستن در اینترنت خونده پدرش خونش یک
فروش بمانده است بعد این شب یا همون ورسی مقاماتش گفتن که گوشتین گرفتن گرده شکست است و اصلا نمیگوشتن خیلی این طرف مجبور کرد که گوشتین گرد گوشتین مجبوری بود است یا همین است میگه دوله عزیز مسئله ریش فراورش ندارد همین دفع رفته که من دو بار همین مسئله کشکش کردیم بسیار فراوی توجه که ریش ندارد خود ما ریش داریم الحمدلله دو بار شدیم ده کشکش بسیار شدیم که خیلی بود است که شما اینجا همه ریش دارید و فراوی ندارید همین کویده به هست یا که این خیلی نیست ولی از فراوی رو ایواز کردیستان همه یکی شور بوشن یک برو همه این پرابلم مجبور میکنن ریش تراش حل کردن نمیتونه آمده سوال دو دسته بود به هر حال پیشنهاد میکنه ان شاء الله خوب است امید داریم از خدا یک چیز دیگه گم رئیس چون میبخشه منم خدا بشون 60 در اومدم من همه ما بسیاری جوانو ده خصوص من فلانچی نمیگم برادرم همینجا اکثریت آدمی چارکو منم یک آدمی چارکو زاده چارکو منم انتخابات گذشته همون زنه که انتخاب میکنیم گفتیم همین بیچاره اعضاهای حزب کاغذای گرفته کوچه به کوچه گشتم امضا جمع میکنم من اعضای حزب نیستم و علمم اعضای حزب نیست من فقط که گراجدانی روسیه هم تاجیکستان من رفتگی در تاجیکستان جمعه رفتیم یک ماشین 5 نفر از 5 نفر یک تومن اعضای حزب نه 4 کس اعضای حزب بیچاره همون داملا گفتن که اکوازم شما پاسپورت میبرورید همه دست میمونه مقطع میبرورم پاسپورت خودم برورم زنم برورم دست موندم نوشتم یک دیگه اعضای حزب بچه پاسپورت خودش داد زنش نداد سه تا گفت که من میبرورم نبرورم من اپای هوای شدم اونجا فشار زیاد رئیس همین درجه حالم که خیلی جوان دیگر دارم خیلی گم میزنیم لکن سرانو یورک نیست یورک میگویم که یعنی دل ضعیف گم میزن گرده نیست یورک قدم گم میزن هر ست برابر دادم از بچه ها ماشین شبا پاسپورت سانی تقاضا ما فترای سارتلو دیدیم میبخشید ما دویم سال همین وقتی که من خودم زنگ گرفتم من دم سلسویت برآمدم سرا زمان گفتم اگر خواهید توی اسلامی نمیکرده باشه حاضر میگیری اجازه نمید حالا که من 10 روز پیش اینجا گرفتگی بدم پول کردم چیز من محتاج های چیزم نبودم دعا کنید که انشاءالله فقط این خیلی چیزهایی مثلا یا که نکاح شرعی داملا میکرگی روی قانون حساب کردن خیلی بینچانی یعنی روسا یا که همون سبب نکاح میکرگی زخص میکرگی جو بالی شفاف کردن یا که قانونایی که یه چیزایی که بالی دل مردم سخت میرسه آسان‌تر کردن تشکر زیاد انشاءالله ما این در خصوص شما را حتما برسانیم خودمون به این نوبت میگیریم من در آخر چون میبینم که مردم گفتنی زیاد دارن ولی هم وقت کم هست اینجا هم پگاه هم چی هست نوروزی هست که انشاءالله با میبینیم دیگه اینجا هم شاگردانی زیاد است من در آخر یک چیز گفتنی هستم که وقتی با مفتی تتارستان ملاقات داشتیم و دیگر مسئولین با اپارات پرزیدنت اینا حتی در تاجیکستان وقتی فهمیدن که من سفر دارم یک خواهش است از همتون اگر خواهیم که در همین وطن در همین سرزمین ما را احترام کنن زندگی خوب داشته باشیم جای کار داشته باشیم بیاید قانون‌های همین کشور و فرهنگ این کشور رو رعایت کنیم الحمدلله هممون مسلمانیم این تتارستان هم مسلمان هست اکثریتش مسلمان توتال و یک مشکلی هست که بعضا فرزندان ملت ما پیروی از بعضی گروه‌ها حزب و حرکت‌های میکنن که نه به فرهنگ تتارستان موافق است نه به قانون‌های روسیه مناسب است نه به قانون‌های کشوری ما و این چیز فعالیت یک کس اگر خدای نکرده یک تاجیک بازداشت کنن برای عضویت با یگان گروه‌های ممنوع غیر رسمی که در روی خط اگر حزب و حرکت‌های تروریستی اکستریمیستی باشد سایه این بر روی همه تاجیک‌ها میافتد و خودتون وضعیت خوب میدونید از من بهتر میدونید خواهش من چی است؟ همین است که بیاید اکنون طبق شریعت اسلامی در چارچوب عقیده اهل سنت و جماعت مذهب حنفی با رعایت قانون‌های روسیه
فرهنگ مردم تاتاریستان، از همین آزادی و امکاناتی که در اختیار ما و شما هست، از همین شکرانه کنیم، خوب استفاده بریم، پیروی از همه گونه حزب و حرکت‌های ممنوع، نشستن با آنها همکاری کردن، بس کرده شود. البته الحمدلله که با اکثریت این خیلی نیستن، ولی از ما خواهش کردن که همین نقطه نظر یک بار دیگر به مهاجرین توجیه رسانیم که این امانت من به شما میرسونم. ان شاء الله باور دارم که خودتون با این فکر راضی هستید و این سازمان اتحادیه تاجیکان هستن، بسیار آدمان خوب، مناسب و خدمت‌های زیاد کرده شدن. خواهش میکنم که در اطراف این برادران جمع باشید، خدمت کنید، چهاربینیتون خوب گذرانید. ما هم در خدمتتون هستیم، چی در قزان باشیم، چی در مسکو، چی در دوشنبه، هر وقتی که لازم دانستید از طریق برادر، از طریق دانلود دیگر دوستان با ما پیامتون رو برسونید. ان شاء الله که قدر امکان ما کوشش میکنیم که مسائل حل خود رو پیدا کنم. بار دیگر تشکر برادر عزیز و دانلود محترم، همه شما برای شرکتتون و شما در همه خدا میسپارم تا فردا. السلام علیکم و رحمت الله.